من تقریبا چیزی در حدود 10-11 سال پیش در کلیپی برحذر داشته بودم از برنامه‌های شومی که اینها در تاجیکستان دارن و این کلیپ رو خدمت شما الان دوباره پخش میکنم. یکی از اهداف ایران، حکومت تاجیکستان و روسیه، این مثلث شومی که در تاجیکستان به جان مسلمان ها افتادن، فریب جوانان تاجیک، آسان کردن راه خروج اونها از تاجیکستان. اولا یک سری قیوداتی رو برای جوانها در تاجیکستان ایجاد کردن، بعد از اون برای اینها تبلیغ کردن، یعنی طوری که اصلا کسی متوجه نشه که شما میتونید مثلا برید به روسیه، از روسیه برید به ترکیه، از ترکیه برید به سوریه و عراق برای جهاد. و در اونجا بعد از اینکه خلافت اسلامی تأسیس شد و ابوبکر بغدادی به اصطلاح دنیا رو گرفت، بعد از اون یک لشکری آماده میکنه و تاجیکستان رو فتح میکنه. دروغای از این قبیل که ساختن. من از این منبر از جوانان غیور تاجیکستان، از اهل سنت تاجیکستان استدعا میکنم به خودتون بیاین، فریب این رو نخورید. به نام جهاد دارن تاجیکستان رو خالی میکنن از جوانان غیور. امروز که دارن ریشای مردم رو میتراشن، مساجد رو میبندن، حجاب از سر زنها برمیدارن، کسی نیست از تاجیکستان دفاع بکنه، کسی نیست در تاجیکستان از اسلام دفاع بکنه. زیرا که شماها تاجیکستان رو رها کردین، امروز نه راه برگشت دارید، نمیتونید برگردید به تاجیکستان. همین روسیه و ترکیه که راه رو برای رفتن شما باز گذاشتن، امروز شما برگردید ببینید چگونه باهاتون رفتار میکنن. به خودتان بیاید، فریب این شعارهای اینا رو نخورید. اینا نه برای تاجیکستان کاری میکنن، نه برای افغانستان کاری میکنن. اینها غیر از بدبختی و مصیبت برای مجاهدین، برای جهان اسلام چیز دیگری نداشتن. همین گروه های تکفیری که در عراق و در سوریه هستن. فریب اینها رو نخورید، فریب دعوت‌های اینا رو، شعارهای اینها رو، گروه‌های اینا رو. در زیلا رادیو دارن و سایت دارن و نمیدونم گروه‌های واتساپی و تلگرام دارن، شما رو دعوت میکنن به سوی جهاد. اینا فریبتون میدن. با زن و بچه‌تون میرید در اونجا، خودتون که کشته شدید کسی نیست که زن و بچه شما رو سرپرستی بکنه در اونجا. امروز بعضی از خواهران تاجیک پیام فرستادن در صفحات تاجیکی که ما داریم در سایت های اجتماعی، میگن ما رو به زور به ازدواج کسای دیگه در میارن بعد از اینکه عده‌مون رو بگذرانیم. تو جوان غیور تاجیکی حاضر میشی که با همسرت، با فرزندانت برید در اونجا، بعد از اینکه تو رو همین تاجیکا که رسیدن میفرستن خط اول جبهه که کشته بشن، بعد زناشون رو به ازدواج کسای دیگه در میارن. حالا من میدونم که این حرفا به بعضیا مثل ابو طلحه و اینا خوش نمیاد و بعد پیام‌های تهدیدآمیز برامون میفرستن، اما این واقعیت است. ملت شریف تاجیکستان، این برنامه داعش و ایران و روسیه هست برای خالی کردن تاجیکستان از جوانان اهل سنت و سپردنش به ایران، که دیگه کسی پیدا نشه که در مقابل شیعه در تاجیکستان قیام بکنه، کسی پیدا نشه که در مقابل حکومت ایستادگی بکنه و هر قانون و هر نظامی که دوست داشتن در تاجیکستان تطبیق بکنن. عملا دارن این کارو میکنن. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی توفیق بده به جوانان تاجیک که به جای این که برن در اونجا در این کشتارگاه ها جان شیرین خودشونو برای سازمان های استخباراتی ایران و آمریکا و غیره فدا بکنن، در تاجیکستان بر علیه طاغوت، بر علیه ظلم، بر علیه ستم در اونجا قیام بکنن، از عزت و شرف و ناموس ملت خودشون در اونجا دفاع بکنن. و نتیجه هم دیدیم. تعدادی از اینها کشته شدن، تعدادی مرداشون فرار کردن، زنها و فرزندانشون اسیر شدن و باور کنید که صداهایی رو، پیامهایی رو برای ما از داخل زندانها فرستادن. در زندانهای عراق که به یک خواهر تاجیکی شبها 10 نفر 15 نفر از افسران رافضی در اونجا تجاوز میکنن. و سبب این همه بدبختی که اینها با مواجه شدن در اونجا کی است؟ همین خلافت دولت اسلامی به اصطلاح، یا خلافت اسلامی، دولت خلافت نامنهادی که درست کردن و فریب دادن، جوانها را به اونجا بردن و عاقبت دیدیم که در اونجا چه بلایی سر خودشان و خانواده‌شون آوردن. یکی موضوع خیلی مهمی که باید اینجا گفته شود این است که
در این جنایت، در جنایتی که داعش انجام میدهد، حکومت تاجیکستان هم دست دارد. شخص رئیس جمهور تاجیکستان، وزرای تاجیکستان، مسئولین امنیتی تاجیکستان دست دارند. چون اگر اینا در این جنایت دست نمی داشتن، چطور امکان دارد که این همه جوانها با این همه به اصطلاح خانواده و زن و فرزندشون پاسپورت میگیرن، رسمی از تاجیکستان خارج میشن، به روسیه میرن، ترکیه میرن، از اونجا بعد میرن به سوریه و عراق. شما نمیتوانستید جلوی اینها رو بگیرید؟ امروز یک نفری رو که 30 سال قبل در یک مدرسه دینی در پاکستان یا در افغانستان یا در مصر یا در سعودی درس خوانده باشد، امروز میرن پیداش میکنن، از قریه‌های دور افتاده در تاجیکستان میبرنش، زندانیش میکنن. این رو میتوانید پیدا بکنید. کوچکترین ارتباطی با یکی از علما و دعوتگران جهان اسلام یک تاجیک داشته باشد، او رو میتوانید پیدا بکنید. چند روز پیش پیام فرستادن که به موبایل های مردم که اگر کسی جزاک الله خیر، بارک الله فیک، جمعه مبارک باشد، نمیدونم تبریکی عید، دعای صبح، دعای شب، هر کلمه دینی رو مسیج بکند، بفرستد در واتساپ، در گروه ها، از طریق SMS، 2 سال زندان می شود در تاجیکستان. حکومتی که همه شؤونات زندگی مردم رو زیر کنترل خود دارد، این حکومت میگذارد که این جوان ها برن، چون برنامه بود. در زمان اشغال افغانستان توسط آمریکا، در شروع اشغال، دقیقا همین کار در پاکستان صورت گرفت. یک سری گروه ها و جماعت های اسلامی بودن مثل صوفی محمد در مناطق کوهات پاکستان و خیلی، این تطبیق شریعت می‌خواست. اینا حکومت از دست اینها به عذاب شده بود که اینها رو نمیتونه، چطور اینا رو از بین ببره. نه زورش میرسید، نمیتونست اینا رو بکشه، نمیتونست اینا رو از بین ببره، نمیتونست اینا رو زندان بکنه. چیکار کرد؟ از یک طرف آمریکا حمله کرد به افغانستان، پایگاه هایی که افغانستان رو بمباران میکرد کجا بود؟ پایگاه های اسلام آباد، پشاور، کراچی، کویت، پایگاه نظامی خود ارتش پاکستان بود. از یک طرف ملاهای درباری پاکستان صبح تا شام در مساجد و در سوشال میدیا همه جا در افغانستان جهاد است، در افغانستان جهاد بر علیه کفار است. و همین جوانهای احساساتی، همین گروههایی رو که دولت پاکستان میخواست به یک شکلی از شر اینا خلاص بشه، مرز و باز گذاشتن، گفتن برید افغانستان، برید که در افغانستان جهاد است. این مردم بیعقلم یکی سلاح چرایی رو گرفته بود، یکی بیل گرفته بود، یکی کلنگ گرفته بود، یکی تفنگ پدر بزرگش از خونه گرفته بود، همه رفتن به طرف افغانستان که اونجا جهاد است. از این مرز که رد میشدن، بی 52 آمریکایی آماده بود، هواپیمای بی 52، هواپیمای قاره پیما. فقط همه اینها رو شکار میکردن. از تقریبا حدود، یعنی تقریبا شاید در حدود 100,000 نفر از مرز گذشتن، پاکستانیایی که رفتن برای جهاد، 1 نفرشون هم زنده برنگشتن، الا نادرن کسی اگر فرار کرده باشه. همه اینها در افغانستان قتل عام شد. کلاً پاکستان رو پاک کردن از اینا، همه رو فرستادن در افغانستان که انه مسلح، قربانگاه، کشتارگاه بود افغانستان. ببینید که چطور برنامه ریزی شده این جنایت ها رو اینها انجام میدن، چطور برنامه ریزی شده مسلمان ها رو به کشتن میدن اینها. خلاصه این فکر تکفیری و این فکر که بعداً به اسم داعش یا دولت اسلامی نامگذاری شد، دشمنان اسلام، غرب و ناتو، چون در میدان جنگ در مقابل مجاهدین شکست خورده بودن، آمدن که چطور می شود از این فکر بر علیه مسلمان ها استفاده کرد، چطور می شود از این فکر بر علیه حرکت های جهادی استفاده کرد، چطور می شود این فکر را در خدمت استخبارات کشورهای غربی و دشمنان اسلام قرار داد و توسط اینها تیشه به ریشه اسلام زد. چون که اینا شکلشان مانند مسلمان ها، سخنانشان سخنان مسلمان ها، مانند زمان حضرت علی وقتی که ابن عباس رضی الله عنهما رو میگه فرستادن به پیش خوارج که با اونها مذاکره بکنه، ایشون میگه در اونجا میگه برای من شک و تردید ایجاد شد که ما بر حق هستیم، یعنی صحابه سیدنا علی رضی الله عنه و لشکرش، یا که خوارج.
کدام ما بر حق هستیم؟ چون میگه دیدم که همه اینا قرآن میخوانن، همه اینا عبادت میکنن و خلاص تقوا و پرهیزگاری از سر و صورت اینا میباره و اینها بزرگترین خدمت رو با آمریکا و به غرب در افغانستان در عراق کردن. اول از عراق شروع میکنیم. چی کار کردن؟ اومدن وارد شهرهایی که به دست مجاهدین بود، مجاهدینی که با آمریکا جنگیدن، شهرها مناطق رو فتح کردن، این گروه آمد با اینها درگیر شد، به نام مرتد اینها رو میگرفتن میکشتن. مسلمان های اهل سنت رو، علما، دعوتگران، فرماندهان نظامی مجاهدین اهل سنت رو میکشتن. از طرف دیگر عموم شیعیان را فقط به خاطر اینکه شیعه بودن به رگبار میبستن، میکشتن، قتل عام میکردن، تا اینکه مجبور شدن شیعه بلند بشن بر علیه اهل سنت در عراق موضع گیری بکنن و منتهی شد به اینکه هشت شعبی یا یک گروه نظامی به اصطلاح خیزش مردمی رو در عراق تأسیس بکنن. از یک طرف داعش با فکر تکفیری که همه اهل سنت رو مرتد میدانستن و کافر میدانستن و قتل اونها رو واجب میدانستن، شروع کردن به قتل امامان مسجد، به قتل مجاهدین، به قتل دعوتگران مسلمان. از یک طرف هم شیعه بلند شدن و شروع کردن به قتل عموم اهل سنت، اشغال شهرهای اهل سنت مانند فلوجه و صلاح الدین و خلاص خیلی از شهرهای دیگر و سبب شد که اهل سنت به شکل فجیعی در عراق کشتار شوند، قتل عام شوند، تجاوز صورت بگیره، زندانی شوند، شهرهایشون خراب بشه، تجار، اهل علم، علما، مساجدشون، مدارسشون نابود بشه و بعد از اونم این داعش مانند یک قارچی که سبز کرده بود در عراق فجأتاً از بین بره، خاموش بشه و همه عراق رو به دست یک گروه‌های متشدد، عقده‌ای، کینه‌ای شیعه به نام هشت شعبی بدن که از هیچ جنایتی در مقابل اهل سنت فروگذار نکردن. الان من عقل سالم شما جوانان و شما کسانی که عقل دارید، شعور دارید، مورد مخاطب قرار میدم. وجود داعش، به وجود آمدن داعش در عراق به نفع کی تمام شد؟ کاری که امریکا با جنگ نتوانست انجام بدهد داعش انجام داد. کاری که ایران 30-40 سال زحمت کشید که عراق را اشغال بکند، از نگاه دینی، فکری، اعتقادی، سیاسی، نظامی موفق نشد، داعش این کار را انبار کرد. امروز عراق در دست کی است؟ در دست حکومت خلافت به اصطلاح اسلامی داعش که ادعا می‌کردن دست اونهاست یا دست ایران و آمریکاست؟ همه شما می‌دانید واقعیت است، دست ایران و آمریکاست. در طول جهاد 20 ساله مردم افغانستان بر علیه آمریکایی‌ها و ناتو سر صدایی از اینها نبود. این جایی نشنیدیم که اینا رفته باشن یک آمریکایی رو کشته باشن، یک تانک آمریکایی رو زده باشن، یک هواپیمای آمریکایی رو سقوط داده باشن، یک سرباز آمریکایی رو حتی کشته باشن، یا یک کسی که مثلا با آمریکایی‌ها همکار بود اون رو زده باشن، کشته باشن. هیچ سر و صدایی از اینها نبود. به مجرد اینکه حکومت دست نشانده آمریکایی سقوط کرد و نیروهای اشغالگر آمریکایی و ناتو از افغانستان فرار کردند، حتی یک سرباز اونها هم در افغانستان نماند، یک مرتبه می‌بینید که سر و کله اینها پیدا میشه. شروع میکنن به قتل علما، شروع میکنن به ترور علما، مبشر مسلمیار، مولوی مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه و خیلی از علما و دعوتگران دیگر که تعداد اینها شاید به بیش از 1500 نفر برسد، با همکاری بین این گروه استخباراتی به نام داعش یا ولایت خراسان و استخبارات آمریکا و حکومت دستشانده آمریکا در افغانستان در زمان اشرف غنی، اینها ترور میشن و از بین میرن. همینطور بسیار مطمئن پیش برید، پایتان نلخشه که کنتم نابلد با قوا و خدمایتان همینطور بسیار تبلیغ کن. نه استاد نشو. استاد نشم یا استاد چه؟ استاد چه؟ نه بشین. دیگه که فرما کومی. نگوشم چه؟ اینه تو بشین تب چیکو؟ برو خیرک فرما دیگه بازگاه جای میگیره. فهمیدی بچه؟ ماشایتان حواله لپجا دانا. قیل قیل فهمیدی؟ قیل دیگه غیر علی خیلی راحت بلند میشه یکیش میگه که باید فلانی کشته بشه چون مرتد است، فلانی خونش حلال است چون که مشرک است.
این مشرک است، اون مرتد است، این کافر است. این به طور مثال یکیش همین ابو محمد مدنی، البته کوچیک آدم بود موقعی که من در مدینه بودم، می اومد گاهی اوقات همین دور بر می پلکید اونجا. الان نشسته در اونجا چنان با غرور و تکبر صحبت میکنه که انه که شیخ الاسلام است این برای خودش. نقد بکنم همین عذری ها هست، یک فاتح هست مشرک است، محمد انصاری است مشرک است. سهراب عادلیان به همین فتوای داده اش این انسان کافر شد. ابو صهیب بی ادبی احمق جاهل مشرک وجود دارد، بعد همین زناکاری خبیثی فحاشی فاحشه‌گری مشرک لعین. ای کسایی که شما خود را مسلمان میگویید، هر کسی که الله را در بالای آسمان از خلقش جدا نداند کافر است. این کافر است. این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست، این موحد نیست، این توحیدش صحیح نیست، این کفر به طاغوت ندارد. نصیری، در روز، اسماعیلیه، علویه، همه اش کفار است، همه اش کافر است و مسلمان نیستند و به جهل اونها را عذر داده نمی شود، زیرا که همش مشرک است و باطنی است. ای که رافضه را دیده و دانسته کافر نداند خودش کافر است. 5 وقت نمازش میخونه، 5 وقت نمازش میخونه، ریبا هم نمیخوره، فقط به اون معاش کمی که ای طرف همون دستگاه طاغوتی میتن به همون قناعت میکنه، ریبا نمیخوره. به همین حالت در ما پدرمون رو تکفیر میکنیم که بله این کفر است، این شرک است، این کفر است و این شرک است. که در مسئله پدر نتونه میشه از چخل کنیم اوضاع هم خیلی روشاد بریم بگیم هم خیلی شوهرم در اسلام فرضها را مرا اجرا میکند، اما با بعض طاغوت ها کفر دارد و بعض طاغوت ها کفر ندارد. از این که شوهر میگه طلاق شما میشود درست نیست و به او میگه که تو مسلمان نیستی، تو کافر هستی، تو طاغوت نداری، زندگی من به تو حرام است. مسئله دادم که باید هجرت کنی، از جایی که زندگی میکنی هجرت کنی. اول شوهرت دعوت کنی، بعد شوهرش دعوت میکنه، شوهرش قبول نمیکنه. ببینم من خواهرم گفتم که من انشاءالله یاردم میکنم همینجا هجرت کن. شوهرم که قبول نکرد جدا شو گفتم. بعد خواهرم 3 فرزند دارد، وقتی با مومیده من به فرزنده بودم که وقتی قبول نکرد از شوهرم جدا شو گفتم، هجرت کن گفتم. من گفتم این زنا میشد و قبول نکرده به حالت، چون خواهرم چند ماه هست، ماه گذشت دعوت میکنم. بعد دعوت کردن سالاش که نمیکنه، دعوت قبول نکرد. بعد یک راه بینم من همیشه هاشته دادم خواهرم من خودش گوش که داشته میگه از زبان شما شاید شنوت چی شد. من بخوام ایمانش رو تخریب کنم، بعد هجرت کنم گفتم. خواهر میگن هر چیزی که اینجا گفتن خواهر حق میگن، الله ایشون بکنه. یا حقانی فتنه با سخت حقانی سر میشد. فهمیدی عبدالشهید فتانی کذاب منافق بس کن تیمه را پوش چی امر بکن لبای امر میکنم چیکار کنم من نکردم یک گفت تو گپ نزن. من تو 50 بار گفتم رسمونه که بس کن، تو خدا یونباش کرشته رسم نمون میگو تکت نمیکنم دکنسه. کدوم جای دین به خیانت کردیم؟ بله نگفتیم، بعضی جای چی به نگفتیم مخصوص خیانت کردیم. می همون مرجعه که قدیم بود ابو حنیفه چقدر انسانی بزرگ بودن، در زمانشون گفتن مرجع است. وقتی که ما امروز میگیم که البانی مرجع است همه بلرزه میدارن، گویا که البانی دیگر یک ملائکه شده است. نه، هیچ بوکی نداره، مرجع بود و مرجع هست اینا. و این عقیدهشون مخالف عقیده اهل سنت و جماعت، مخالف اجماع، مخالف قرآن و سنت است. کسانی که در این عقیده هستن گمراه. من کورا میکنم، من گفتم که فهم من در فهم ایمان از ابو حنیفه بالاست، برای اینکه من پیرو سلف شدم و ابو حنیفه پیرو هوا و هوس شد. در فهمشان، در ایمانم، در لبوجش هر کسی که اهل سنت است از ابو حنیفه در مسئله ایمان باب ایمان افضل بهتر است. بله چی میگه؟ یه مشکلش این چیزی بوده است. سویت ایکو سویت لیانا فتروی لینیا میگذرونم بر جوی آیا همیش مقصد جویزه مقصد گذروندن خنو دائمی بطنی خنو واقع ندارم. من قولی همین ابو صاحب گپش بوش نکردم، من با وضعی همین انسان معقول نیست. میبخشید این ثبت رو
ҳамин рӯз баровардааст. Мегӯяд ки ман навори Абу Суҳайбро то ҳол тамошо накардам. дар ҳамин сабт баъд аз якчанд дақиқаш бинед боз чӣ мегӯяд. ахмақ худатам мегӯӣ ки дар ин роҳ азияту озор вуҷуд дорад. яъне мо аввали суханча чанд рӯз аст ки гуфтам ки каме гӯш кардам, аввалиша бо дарди саршуда ништам ки маҳкам кардам, фақат дурӯғ ки бародар гуфта хар як $200-300 барои ҳамин фарзандояш як зивачка пулӣ як муволот кунем. муволот аз дини мо аст, як дӯстӣ. бародаро гуфтанд мега як $200-300 бародаро гуфтанд мега ки партоем муволот кунем. мега муволот ба ҳама маълум аст ки чӣ гуна аст, чӣ гуна толиби моро мехарӣ, муволот маълум аст. дар ин сабт ин хел гуфт. мегзарем ба сабти аслӣ ки ҳамин воқеа рух додагиа. бародар ин аз ягон кас нест, мо аз ягон ҷамоат ҳам нестем, аз ягон кас ҳам нестем. ман худам бо аҳли оила алҳамдулилла ҳамон бо мозат тиҷорат метима шудем, мушкилиш нест. мақсад ман мехоҳам ба ҳамон дар сабти аслӣ чихеле ки мо шунидем, мега дар инаш мегӯяд ки аз худам аст, аз ҳеҷ кас нест, аз худам аст. мега бизнес дорем, мега чӣ мега. бибин Искандар сухану таърруд дорад, таърруд яъне ба якдигараш мухолиф аст. дар инаш дигар чӣ мегӯяд, онаш дигар чӣ мегӯяд. ба фикрам ҳамиҷа Искандар хато кардӣ, бизнес гуфтӣ, то бояд мегуфтӣ ки спонсор дорем, спонсори бақувват дорем. اگر شما در سایت های اینا، صفحات اینا در سوشال مدیا برید، اینا هیچ وقت بر علیه بایدن، بر علیه بوش، بر علیه نمیدونم پوتین، بر علیه مثلا این جنایتکارهایی که در رأس حکومت‌های کفری قرار دارن هیچی نمیگن. همه حرف و حدیث اینا در مورد کی است؟ در مورد دعوتگران و علمایی که بیشترین خدمت‌ها رو به اسلام و مسلمان ها کردن. این کفر است. این سبحان الله در ملتی ابراهیم علیه السلام نیست. این موحد نیست. این توحیدش صحیح نیست. این کفر به طاغوت ندارد. این کلمات خیلی آسان است. من الان با یک کلمه میتوانم کل دنیا رو بگم کافر است. اما آیا عواقب این هم به همین اندازه آسان است؟ نه. طرف رو میگن کافر است، یعنی خونش حلال است، مالش حلال است. طرف رو میگن که مرتد است. حکم مرتد در اسلام کشتن است. اینی که میآید این خوارجی که امروز میبینید در سوشال میدیا در اینجا میگن این فلانی مرتد. این کلمه خیلی آسان است گفتنش، اما میدونید حکم مرتد در اسلام چی است؟ کشتن. یعنی با این کلمه حکم کشتن طرف رو صادر میکنه. با اون سربازکاشون که هستن تا 10 بار پیام فرستادن انصاری تو رو میکشیم، تو رو میبندیم، تو رو فلان میکنیم، اینها غیر از همین دیگه کاری ندارن. و یکی از بزرگترین بدبختی های ما امروز این است که و من این رو میگم و در پیشگاه الله سبحانه و تعالی یوم لا ینفع مال ولا بنون، در پیشگاه جبار السماوات والارض یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون، در اون روز در پیش جبار السماوات والارض والله از این علمای ما، از این شیخ الحدیثای ما، از این دعوتگران ما، از این مولاناهای ما، از این شیخ القرآنای ما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی شکایت خواهند کرد و ملت ما شکایت خواهند کرد و مسلمانان شکایت خواهند کرد. چرا صحبت نمی کنید؟ خطر این فکر خارجی رو بیان نمی کنید؟ والله می ترسیم، ما را ترور می کنن. زن و بچه ما در کابل است میکشن، فرزندان ما رو شاید ترور بکنن، اختطاف بکنن. تو که امروز از ترس جانت، از ترس جان فرزندت، زنت حرف حق را نمیگی، تو برو ایمانت به تجدید نظر بکن. آیا نمیدانی که اجل تو و زن و فرزندت به دست الله متعال است؟ آیا نمیدانی که اگر اجل تو و زن و فرزندت به دست داعش باشد، والله بالله تالله یقینا در قرآن و حدیث ثابت است که هیچ کس نمیتواند تو و زن و فرزندت را نجات بدهد. امروز تو در مقابل جنایات تکفیری ها، داعشی ها سکوت میکنی از ترسی که تو رو بکشن؟ مگر الله متعال نمیگوید که اگر که در برج های بلندم باشید، وقتی که اجلتان آمد شما در همانجا میمیرید. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اجلتان که آمد یک ثانیه پس و پیش نمی شود. هدف این گروه خدمت به غرب است،
هدف این گروه خدمت به روافض است، هدف این گروه خدمت به ایران است، هدف این گروه خدمت به دشمنان اسلام است. از برای خدا مسلمانا، شما خدماتی را که در ظرف 2-3 سال اخیر داعش در افغانستان برای غرب انجام داده، انسانهایی را که ناتو و غرب و ایران و کشورهایی که دشمنان اهل سنت هستند سالها میخواستن اینا را از بین ببرن، به طرق مختلف میخواستن این را از بین ببرن، اما موفق نمیشن. اما اینهاش موفق شدن، داعشی ها موفق شدن. چرا؟ چون اینها منافقن، اینها در پنهان، در باطن، حتی این رو باید بگم که خیلی از جوانانی که این کارا رو میکنن خودشان نمیدونن که در پشت سر چه جریان دارد. اینا رو فریب دادن، اینها فریب شعارهای بزرگان و کسانی که در پشت سر هستن اونا رو میخورن و اونها هستن که در خدمت غرب هستن، در خدمت سازمان استخباراتی آمریکا و کشورهای غربی هستن و اونها با این کاراشون دارن خدمت میکنن به دشمنای اسلام. کشتن یک دعوتگر مسلمان، کشتن یک عالم مسلمان مگر خدمت به دشمنان اسلام نیست؟ ناامن کردن یک کشور اسلامی، قتل عام علما، دعوتگران، مساجد رو منفجر کردن، مدارس رو منفجر کردن مگر خدمت به غرب نیست؟ میان در افغانستان شیعه را هدف قرار میدن، مساجد اونها رو، مدارس اونها رو. از برای خدا آیا بت پرست رو تو حق داری که کودکانش رو بکشی؟ این چه دین و چه اسلامی است که اینا به او اعتقاد دارن؟ اما هدف کشتن شیعه نیست در افغانستان، هدف ایجاد جنگ بین شیعه و سنی در افغانستان بود که شیعه و سنی در افغانستان با هم درگیر شوند. همون فاطمیون، همون هشت شعبی که در عراق و در سوریه بر علیه اهل سنت استفاده کردن، اونا رو به افغانستان بکشانن و سبب بشه که اهل سنت افغانستان قتل عام بشن، سبب بشه که اهل سنت که اکثریت هستن در افغانستان از بین بره. همون بلایی رو که سر اهل سنت در عراق آوردن، همون بلا رو داعشی‌ها میخوان در افغانستان سر اهل سنت افغانستان بیارن. و الحمدلله در این برنامه و پلان شومشان ناکام شدن، اما هنوز هم دارن کار میکنن، هنوز هم دارن فعالیت میکنن. $10 दिया पर डॉलर उधर आ जाएंगे। हाँ हाँ $10 दी $10 दिया पर डॉलर उधर आ जाएंगे। हाँ हाँ